جوون همین امروز فارغ التحصیل بشه یه کاری پیدا کرده باشه، فکر می‌کنید چند سال باید تلاش کنه که بتونه کلا تشکیل خانواده بده یا یه خونه یا یه ماشین بخره؟ فکر می‌کنید چند سال طول می‌کشه؟ من خودم تو نوجوانیم به این چیزا فکر می‌کردم، خریدن ماشین، شاید خریدن خونه، ولی الان راحتی دیگه به هیچ کدوم فکر نمی‌کنی چون دستیابیش اصلا غیر ممکنه. نه نمیخره، نمیتونه بخره. میانگین اصلا معنی نداره اینجا. ما یا زیر خط فقریم یا از جزء استثناهاییم و همه چی داریم. در ایران هیچ وقت تا ابد باید کار کنه و هیچ کار نمیتونه بکنه. خیلی دیگه اصلا فکر نکنم بهش برسی. سال 1,500,000 شاید 50 سال دیگه. 100 سال دیگه هم تورمش انقدر بالایی که نمیشه، اصلا نمیشه. خیالت راحت. من بهت میگم، من مغازه‌دار بهت میگم نمیشه. من سال 90 فارغ التحصیل شدم از یه دانشگاه خیلی خوب، مهندسی برق. الان 11 ساله دارم کار میکنم، 2 ماه هم فقط من بیکار بودم. هنوز نتونستم یه خونه برای خودم بخرم. یه ماشین خیلی معمولی دارم. بعد الان فکر میکنید چجوری میتونه یه جوون این کارو بکنه؟ یعنی حداقل 20 سال دیگه باید بدوه تا بشه الان من. نه خونه که اصلا نمیتونه بخره، اون که اصلا باید فراموش کنی. حداقل 10 سال. اگر فرض کنیم که بخواد وام بگیره و قرض بگیره و این حرفا، احتمالاً تا 50-60 سالگی. الان تو جامعه امروز ایران 100 سال، یعنی واقعا نمیشه گفت. یعنی مثلا حقوق ثابت چقدر؟ وزارتکاریش 7 تومن. شما حساب کن خونه چقدره؟ 7 میلیارده. چون خودت یه 2 تا 4 تا بکنی میفهمی که این طرفی هم که داره میره فقط واسه کار کردن، نهایت بتونه خرج خودش رو در بیاره. یعنی اینکه بتونه بره یه زندگی مستقلی تشکیل بده، از خانواده جدا بشه، اصلا من که نتونستم. من خودم 2 تا فوق لیسانس دارم، ولی خب 50 تا اونم به جای نمیرسه دیگه، پیش شده دیگه. داداش من بلیط اتوبوس شده 450 تومن اون تهران، چجوری برم شهرستان؟ یه بار برم یه بار برگردم، چقدر هزینه‌ام میشه؟ حداقلش اینه که تو یه سال کار کنی به اون درآمده برسی که بتونی یه دستاوردی داشته باشی، نه اینکه اون یه سالی که کار کردی ارزش پولت خیلی کمتر شده باشه و با اون پول نه تنها هیچ کاری نتونی بکنی، اینکه دیگه تازه قرض و قله هم باید بکنی و به اون حجم از زندگی هم نتونی برسه. کم 10-15 سال نیاز، شاید هم بیشتر. با وضعیت الان و اینا هم 15 سال چپش 15 ساله. 150 سال اینطور طول میکشه باور کن. ولی خب منی که الان نزدیک 10 سال دارم کار میکنم، شاید تازه دارم به اون هدفی که داشتم اونم تا حدودی میرسم، اونم با کمک خانواده و مثلا نه 0 تا 100 خودم. ولی به نظرم خیلی سخته و به نظرم پیشنهاد میکنم تا زمانی که شرایط کاملا به اون حد اوکی نرسیده از نظر خود طرف، نباید سمت تشکیل خانواده و اینا بره، چون علاوه بر این که یه نفر میاره قاطی مشکلات خودش میکنه. خیلی سال. آره خیلی سال، خیلی زیاد. توی این سن توی جوونی که نمیتونه، اگه پشتوانه هم نداشته باشه پدر مادر، خانواده هم که اصلا نمیشه. باید خیلی سال کنه، 20 سال 30 سال. خونه که فکر نمی‌کنم بتونه دیگه بخره، ولی برای ماشین حداقل یه 5-6 سالی، شاید 10 سال بستگی داره باز. آره برای آقای رئیسی هم خوب جواب میده بهتون، از اونم بپرس ببین چی میگه. والا دیگه اگه کار پیدا کنه و نمیره تا اون موقع واقعا از گشنگی اینا، بعدش هم اولین چیزی که واقعا جوونا الان دارن براش میجنگن بقاه، یعنی موندن با حداقل امکانات و یه جایی از بین نرفتنه به خونه و ماشین و اینا. من که فکر نمی کنم، بقیه رو نمیدونم. باور کن اگه بخواد کارگری کنه 20 سال اصلا تا آخر عمرش هم میتونه. چجوری مثلا بره یه جا کار کنه 10 تومن حقوق بگیره، 7-8 تومن بده اجاره خونه، 2 تومن بمونه با اون 2 تومن میشه آدم چیزی زندگی کنه. نه میتونیم خونه بخریم نه ماشین بخریم، فقط باید کار کنیم، همین. چند وقت پیش اصلا توی مجلس یکی از اعضای مجلس خودش گفت، یعنی با حقوق کارمندی شما هیچی هم نخوری، فکر میکنم حدود 30-40 سال طول میکشه تا بتونی یه خونه بخری. او نمیتونه بخره، نمیشه خرید، حداقل 100 سال 300 سال. اونم مثلا هیچ خرجی نداشته باشه، قیمت هم سر جاش وایسن، بیشتر بالا نرن. بخوای یه خونه بگیره اونم با شرایط